عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت مخاطبین عزیز کانال هجوم مدیا. مفتخریم تا اولین ویدیوی کانال هجوم مدیا را خدمتتون ارائه کنیم. امیدواریم مورد پسند نگاه شما عزیزان قرار بگیره. تو این ویدیو قصد داریم تاریخچه ناوشکن سهند و دلایل غرق شدن این ناوشکن نظامی رو بررسی کنیم. ناوشکن سهند سومین ناوچه از کلاس موجه که توسط کارخانجات یکم نداجای بندرعباس طراحی و ساخته شده. ساز این ناوشکن در سال 1391 رونمایی و در سال 1397 برای اولین بار به کارگیری شده. سهند 97 متر طول و 1300 تن وزن داره و میتونه به سرعتی معادل 25 گره دریایی برسه. از نظر تسلیحاتی این ناوچه به یک توپخانه دریایی فج 27 مجهزه که این توپ 76 میلیمتری نواخت 80 تا 120 تیر در دقیقه داره و دارای برد 7 کیلومتر علیه اهداف هوایی و 17 کیلومتر علیه اهداف سطحیه. لذا برای دفاع ضد زیردریایی دارای دو اژدرانداز سه‌گانه 530 میلیمتریه. همچنین تجهیز شده از 8 موشک ضد کشتی نور، قادر و قدیره که برد موشک نور 170 کیلومتر، موشک قادر 200 کیلومتر و موشک قدیر 300 کیلومتره. برای دفاع مقابل موشک‌های ضد کشتی و کروز و هواگردهای ارتفاع پایین، ناو سهند با سامانه دفاع نزدیک کمند تسلیح شده که نمونه ایرانی سامانه K630. یکی دیگر از قابلیت‌های این ناو سامانه جنگال و پد فرود مناسب انواع بالگرد و پهپادهای عمود پروازه. این ناوشکن طی مأموریتی به همراه ناوبندر مکران با گذر از عرض کره زمین با طی مسافت 46000 کیلومتر در 133 روز پس از صدها سال با ثبت رکوردی خیره کننده طولانی ترین دریانوردی تاریخ ایران را به نام خود ثبت کرد. متاسفانه سهند در تاریخ 17 تیر در جریان عملیات تعمیرات و اوورهالینگ غرق شد که منجر به شهادت فرمانده کشتی ناوسروان سعید خسروی پور و جراحت تعدادی از خدم آن شد. در جریان نجات مجدد سهند این کشتی برای بار دوم در تاریخ 19 تیر بر اثر پاره شدن کابل بوکسل غرق شد. پس از این حادثه بود که متخصصین و مهندسین دریایی اعلام کردند که دیگر امکان نجات سهند وجود ندارد و تنها با اوراق آن میتوان به قطعات کاربردی و سالم دست یافت. اما سرانجام در تاریخ 29 تیر سهند از آب بیرون کشیده و به واحد تعمیرات تخصصی نیروی دریایی منتقل شد. با نگاهی به قابلیت‌های ناوشکن سهند به طوری که در سال 1400 با گذر از 3 اقیانوس و 7 دریا با موفقیت مأموریت خود را به پایان رساند، غرق شدن ناگهانی این ناوچه و عدم موفقیت در نجات برای بار دوم این شک را ایجاد می‌کند که ممکن است عوامل نفوذی در این حوادث دست داشته باشند. با این حال ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ماه‌ها از این حادثه هنوز به شایعه‌ها پاسخی نداده. خوشبختانه طی اخباری که از منابع معتبر به دست آمده گمان می‌رود سهند تا 2 سال دیگر مجدداً به طور ارتقا یافته به عرصه رزم ملحق شود. خب دوستان، به پایان این نقد و بررسی رسیدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده چنل ما رو ساب و برای تماشای ویدیوهای جدیدتر علامت زنگوله رو فعال کنید.